ای آقا جان، این روزها مردم در حق مسئولین چقدر ناشکر شدن، چقدر توقعات بالا رفته، هیچ حرفی رو باور نمی کنن. هر حرفی میزنیم راست تو فضای مجازی میان میگن که حرفشون واقعیت نداره. من یادم از قبلنها هر حرفی مسئولین میزدن مردم جرئت نمیکردن سر اون صحبت کنن. میخواستم ببینم که آیا شما نکته‌ای در رابطه با خدماتی که مسئولین انجام میدن دارید؟ اگر راضی نیستید و شکایتی دارید میتونید بکنید. کدوم خدمات؟ چی؟ یعنی تو سر کار مسئولین هم حرف داری؟ ای خائن، ای فتم فروش فریب خورده، ای ماند برانداز. آقا الان جرأت نمی‌کنی حرف بزنی. کلی مسئولین خدوم کار میکنن، آمار در میارن، بعد ملت میان میگن آمارتون غلطه. ما میگیم کرونا نداریم، ملت میان در فضای مجازی میگن که ما از چند ماه پیش از ورود کرونا مطلع بودیم. الان هم میگن داروها رو احتکار کردن برای مسئولین به درد نخور استفاده کنن. حیف از این مسئول دلسوز، همش در حال خدمت بود. یه روز این کشور، یه روز اون کشور، یه روز عراق، یه روز سوریه، یه روز یمن. چقدر زحمت کشید واقعا. ای وای بچه هاشو بگو، اونا چقدر سختی کشیدن. یکیشون آمریکا، یکیشون کانادا. حالا کارش چی میشه؟ این همه برج و ویلا و هتل و رستوران رو کی میخواد اداره کنه؟ اختلاس ها رو کی بکنه؟ تو مجلس کی جاش خور و پف کنه؟ آقا جان اینطور نمیشه. همه اینها تقصیر این اینترنت بیدر و پیکر و فضای مجازی هست. مردم را چه به این کارها باید از ریشه این اینترنت که بلای جان ما شده را قطع کنیم. مردم باید به ولی نعمت خودشان که ما مسئولین هستیم اعتماد کنند. رعیت چه حقی دارند که به اخبار گل و بلبل ما اعتماد نکنند؟ با تلاش مسئولین خدوم کمر این کرونای دستساز دشمنان نظام شکست. از آنجایی که تمام کشورها در مقابل این کرونا شکست خورده اند و در حال فروپاشی اند، اما ما با داشتن نخبه‌های دانش بنیان کرونا را شکست دادیم. این کرونا دارد، این کرونا ندارد. این کرونا دارد، این کرونا ندارد. نه اشتباه کردی، کرونا خط بود، تو شیر آورده بودی. یه بار دیگه بنداز، آمار از دستمون در میره.